نمیخواهم که فرزندان ما بی تربیت باشند، جوانها زشت اخلاق و کلانها بدنیت باشند. نمیخواهم که آدمها در این دنیای سه روزه پی عیش و معیشت پشت صدها کیفیت باشند. نمیخواهم که باشند اهل عالم همدیگر بدبین، رذیل و دلخراش و ناکس و پرمعصیت باشند. نمیخواهم که بدگویی کنند از پشت هم یک عمر، به خون همدیگر تشنه ز پشت منفیت باشند. نمیخواهم که چاکابند روی راه مسکین، بد و بدخواه و بدهنگامه و بی خاصیت باشند. نمیخواهم جهان سوزند و افسون خون هم ریزند، سراسر داغ اندر دامن انسانیت باشند. خداجو از خدا ایمان طلب بر کل انسان ها، تمام مردم دنیا همه در عافیت باشند. نمیخواهم که فرزندان ما بی تربیت باشند، تمام مردم دنیا همه در عافیت باشند. بله، همه در عافیت.